مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر سال 2022 در یک اظهارات ایده‌های رهبر مخالفین تاجیک محیدین کبیری درباره کشته شدن نزدیک 50 مردم بی‌سلاح و بیگناه در نتیجه کشتار عمومی علیه اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان را رد کرده، در حوادث اخیر بدخشان یک کارمند مقامات کشته و دو دیگر غرق شدند و از آن جانب 29 نفر بی‌ضرر گردانیده شدند. داستانی همین طور خبر داد که در پی حوادث اخیر نسبت 109 نفر سرکردگان و اعضایان اتحادیه‌های جنایتی با ماده‌های علیحده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز، تفتیش و به سود ارسال کرده شده، در نتیجه به 77 نفر در اساس حکم‌های سودی جزای سزاوار تعیین کرده شده، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایتی مورد بررسی سودی قرار دارند. همزمان 89 نفر تظاهرچیان برای منع دعواباشی و بی‌ترتیبی‌های عمومی به جوابگری مأموری نیز کشیده شدند. اظهارات داستانی کل تاجیکستان در پاسخ به نمایندگان اپوزیسیون تاجیک بود که از 27 سپتامبر تا 7 اکتبر در ورشو و در جریان جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا چند دفعه مسئله سرکوب خونین اعتراضهای بدخشان را مطرح کرده، مقامات تاجیکستان را به قتل عام اقلیت پامیری عیبدار کردند. داستانی در اظهاراتش علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف زاده بدخشان را اشتباهاً 2 مرتبه معاون رئیس حزب نهضت اسلامی نام برده گفت که نمایندگان مخالفین در ورشو نسبت به حکومت و دولت تاجیکستان معلومات‌های بر دروغ و عقیده‌های اغوا‌انگیزانه را بیان کردند. این نهاد تظاهرگران در روشن و خاروق را به قصد با رای زوری غصب کردن حکومت عیبدار کرد و گفت که آنها از روی مصلحت پیشکی برابری سرکردگان گروه‌های جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و طبق نقشه قبلا تعریضی نموده کبیری و شیرزمانوف اتحادیه جنایتی را تشکیل نموده، قصد با رای زوراوری غصب حاکمیت، سرنگون ساختن مقامات دولتی و با دعوت عمومی تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی کشور شروع از 25 مارس سال 2022 به تظاهرات و تشکیل نمودن گرد امایه‌های غیر قانونی دست داده، ترتیبات جمعیتی را منتظم خللدار ساخته، به کارمندان مقامات حفظ حقوق اطاعت نکرده، در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های اطراف آن بی‌ترتیبی عمومی را ادامه دادند. داستانی گفت روز 8 می در پی بستن راه دوشنبه خاروق کلمه و حمله مسلحانه به نیروهای دولتی که بر اثر آن یک افسر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند، با مقصد تامین امنیت شهروندان و حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری و رفع قاعده ویرانکنی‌های جای داشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات ضد تروریستی گذرانیده شده، در نتیجه 29 نفر بی‌ضرر گردانیده شدند. اما افزود داستانی نمایندگان مخالفین از جمله کبیری، شیرزمانوف، محمد اقبال صدرالدین و اعضای حرکت سیاسی گروه 24 با غرضهای ناپاک و سپارش خواجگانش در جلسه سهم عقیده‌های اغوا‌انگیزانه خود را ابراز داشته در سامانه‌های اینترنتی برقصداً پهن نمودند. داستانی کل تاجیکستان کبیری، محمد اقبال صدرالدین و دیگر مخالفین سیاسی را به آن عیبدار کرد که در کشورهای اروپایی فعالیت غرضناک خود را وسعت داده، قصد خللدار نمودن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و ثبات و امنیت مردم به دست آوردن حاکمیت و برپا کردن دولت تئوکراتی در تاجیکستان ادامه داده، از همه راه و واسطه‌ها استفاده برده ایستادند. کبیری و شیرزمانوف چندین بار ادعای مقامات تاجیکستان درباره دست داشتنشان در تعریضی اعتراضهای بدخشان را رد کرده، گفتند که این یک اعتراضهای خودجوش مردمی بود که حکومت با استفاده از سلاح جنگی و نیروهای اسپسناس سرکوبش کرد.